بزرگان سخن فعالیت شخصان ایجادکار را به هفتگانه مقدس شامل دانستند. زیرا هر چیز وابسته به نوا و تصویره و ادبیات و صنعت و ایجادگری های دیگر از کارگرد اندیشه و موضوع شکل می گیرد و این کارگزاری شعور آدمان و زندگی را شکل می بخشد. زندگی آدمان ایجادگر مثال یک کتاب دانوشته قسمت است که آشنایی با آن می تواند به عالم اندیشه دیگران تأثیر بخشد. این اول می خواهیم از حیات شخصیتی قصه کنیم که تمام عمر به ایجاد و تربیت جامعه مشغول بود. شخصیت فرهنگی بودن اون کس، هم ادیب هم تمام عمر در نهادهای فرهنگی خدمت کرده است. درباره یتیمان مثلا به نهایت مثلا اثر خوب آفریده بودند. با زبان تاجیکی تقریبا یک 20 اثر صحنوی رو ترجمه کردم. صحبت گرم و گوارایی که بین من و ایشان برگزار گردید برای ایجاد اثرهای نوی دراماتورگی به من سبب شد. مهر علم و ادب را آموختم. قهرمان نوبتی برنامه پیراهه دراماتورگ پروفسور خادم شایسته هنری تاجیکستان سلطان سفر است. سلطان سفر ماه مارس سال 1935 در دهه درغ ناحیه عینی به دنیا آمده است. پدرش ملا سفر یکی از شخصان صاحب احترام وادی زرافشان و بخارا و سمرقند به حساب می رفت. بنا به سرچشمه ها ملا سفر ختم کرده مدرسه بخارا بوده است. او آن هنگام در این مکان با همراهی یکی از بزرگان صنعت تاجیک فضل الدین شهابوف تحصیل کرده است. زندگی بدینش نیز یک هنگام در سمرقند و بخارا ادامه یافته است. زمان کودکی و نورسی سلطان سفر نیز همچون یکی از پروردگان زندگی ملا سفر در این شهرهای بزرگ می گذرد. سلطان سفر همراه اهل عائله خود هنوز در زمان مکتبخانه اش به دیهه برمی گردد و تحصیل را در مکتب دیهه ادامه می دهد. به محابا نخستین استادش در جاده های علم و زندگی پدر بزرگوارش بوده است. استاد سلطان قل در عائله یک شخص فاضل تولد شده به وای رسیدند. پدرشان بزرگوار ملا سفر یک مرد فاضل، مردی بودند که در علم و در دین پیشرفت و پیش آهنگ دیهه بودند و وادی زرافشان عموما محسوب میشدند. خط کننده مدرسه بخارای شریف در دیهه بسیار مردی با فضل و با اعتبار بزرگ بودند. بعد ختم مکتب میانه با راهبلدی پدر به شهر دوشنبه می آید و در فاکولته زبان و ادبیات دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه تحصیل می نماید. بعد از آن طریق آزمون راه خط برای تحصیل در آموزشگاه عالی تئاتری به نام شپکین می گیرد و با همراهی چندین نفر از هنرپیشگان معروف تا سال 1958 در این درگاه هنر تحصیل می کند. ما با سلطان سفر در شهر مسکو خوندیم. فقط ما گروه ما گیچیس تمام کرد، آنها شپکینه. خوابگاه ما روبرو بود، ما از طرف راست و یا روبروی ما بودن. هر پگاهی ما یکدیگر رو میدیدیم. علاقه در همون دوره که تحصیل میکردند یک اثر حیدری یک راو همیشه یک اثر زیبای نوشته بودند که بسیار تئاترهای کسبی و تئاترهای خلقی جمهوری به صحنه گذاشته بودند که من شاهد این حادثه ها هستم. تولد من 1953 متولد شدم. همان وقت برادر کلانیم سلطان قل در مسکو در دانشگاه تئاتری به نام شپکین شهر مسکو تحصیل میکردم. همان وقت من فکر میکردم که گویا که من یک برادر حاجی اسلام قل برادرم باشم، برادر کلانی فکرم نبود. بعدتر وقتی کمتر کلان شدم از مادرم میپرسیدم که
با من برادر دارم میگفتن که ها اکای کلانی در مسکو میخونه کی میبیاد. گفتم من همه وقت همین سوال میدادم هم به حاجی اسلامقل هم به مادرم که اکم کی میبیاد اکم کی میبیاد. بعدتر وقتی که من سنی سالم کلانتر شد بعد دیه می اومدن. وقتی که از مسکو تمام کردم اومدن به دیه می اومدن. اون که کم می اومدن به دیه دوام 1 سال 2 سال به یک مرتبه می اومدن. از بس که خانه های ما کمتر تنگتر و وای بود برای همون رفیقانشون کلانای همون دیه در یک جای خوش منظری همون دیه کراوات فروورده می موندن. بعد اون کس میهماناشون هم همونجا قبول میکردن شخصایی که دیدم می اومدن. بعد کارهای ایجادی هم همونجا با تا کدام روزی که می ایستادن میکردن. بعد بازگشت به وطن اول به حیث اکتیار 2 سال در تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت نموده. سپس سالهای 1958 1965 در وظیفه‌های مسئول اینسپکتوری کلان ریاست صنعتی وزارت مدنیت جمهوری، سرمحرری شعبه ادبی و موسیقی کمیته دولتی تاجیکستان عاید به تلویزیون و رادیو شنوانی، محرری کلان کالگای رپرتوارهای وزارت مدنیت تاجیکستان کار میکند. یک جوانی که از جگر کوهستان می آید بعد ختم دانشکده آموزگاری همین پایتخت برای تحصیل ذوق هنر ذوق چی اون کسا برای تحصیل میبرد به آموزشگاه بسیار نامداری شبکنه شهر مسکو. بسیار نامدار حاضر هم نامدار شبکنه یکی از بزرگترین اکتیورها بزرگترین دراماتورگها بسیار همونا در همون شبکنه تحصیل کردن. از البته اونجا که مرکز یک چیز است از استادای بزرگ هنر درس گرفتن تعلیم گرفتن در محیط تئاتر و فرض کنیم کینو و ادبیات و همه این تحصیل در اونجا. این سلطان صفر چهره بسیار زیبا داشتن، چهره بسیار زیبا و دیده درا بودن و آدم بسیار خوشمعامله هم بودن. سالهای 1965 1968 تحصیل را در اکادمی علمهای جمعیتی نزد اتحاد شوروی ادامه داده. در وظیفه‌های سرداری ریاست صنعتی وزارت فرهنگ تاجیکستان، مدیر سکتور شعبه مدنیت کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان کار کرده است. سال 1968 تحصیل اکادمی علمهای جمعیتی مسکو را به پایان رسانیده در موضوع ضدیت و خصلت در درامای تاجیک رساله نامزدی دفاع کرده است. تا سال 1968 دیرکتوری کیناستودیوی تاجیک فیلم و سالهای 1968-1980 پرورکتوری دانشکده دولتی صنعتی تاجیکستان به نام میرزا ترسنزاده و سالهای 1980-1986 در وظیفه جانشین یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان ایفای وظیفه نموده است. از سال 1962 عضو اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی بوده است. سالها گذشت وزارت با معاون وزیر شده کار کردم. وقتی وزیر بودن مهربان نظرов البته به تئاتر تعلق زیاد داشتن و نهایت اثرها می نوشتن. اثرهایی می نوشتن که روزمره دقت جلب کننده و این کس دراماتورگی بودن که من قریب در همه اثرهایشون نقش اساسی می آفریدم. روز خود ایشان مرا با واسطه تلفن به نزد خود دعوت نمود و من این دعوت را خیلی خوش پذیرفتم. به دفتر کاری استاد آمدم. استاد از میزی که در بالا می نشست برخاسته تا پیشگاه دری درآمد آمد. مرا صمیمانه به آغوش گرفت، هرچند که ما بار اول روبرو آمده بودیم و گفت که عطا جان من الکی به ایجادیات تو آشنا هستم و پیسه کلان حجم تو پسری وطن را مطالعه کردم. به من
گیرومان تو انعکاس لحظه های جنگ که در آن فرزندان تاجیک اشتراک کردند بسیار هم پسند آمد و خواستم که با تو روبرو صحبت کنم. در زندگی در خانهشون همیشه همه مهمانای بسیاری یار و رفیقای بسیاری داشتن که همه وقت هم به خانهشون می آمدن. از همین قطبی کرام سر کرده، عباد فیض الله، لایق شیرعلی مستان، بعد دیگر رفیقانشون کمان بردار شکرایف، رفیق نزدیک با بهترینشان اون کس بعدتر خیلی به وظیفه رکتوری دانشگاه تربیت جسمانی بودن. اینو بسیارتر به خانهشون میمودن. من بعدتر با اون کس از نزدیک شناس شدم در همین اتفاق نویسنده ها. وقتی که ما در مجله صدای شرق کار میکردیم سرمحرر ما استاد لایق بودن. اون کس آوردن همون چیشونه درامه علف های بیگانه شونه برای چاپ به مجله ادبی صدای شرق یگانه مجله بودن در اون سالها و همون ما وقتی به چاپ آماده کردن یک موضوعی زمانوی مثلا جزئیات ها همه چیزها بعد تئاتر لاهوتی هم این اثر مانده بودن ما همون به چاپ آماده کردیم و در ضمن همین با شادروان زنده یاد سلطان سفر هم صحبت می شدیم می آمدن بعضی جاها را مثلا تحریر که اون چیزی که در صحنه می رود مثلا در ژورنال اثر دراما تماما بعضی جاهاش از نگاه زبان از نگاه این لحظه ضرورت دیدن می شد. پروهای زندگی سلطان سفر را با اهل قلم، اهل تئاتر و سینما و سیاست شناسان نزدیک می نماید و او در این جاده همیشه محبت خویش را نسبت به خاک و بوم و تاریخ و فرهنگ این سرزمین در جای اول گذاشته. همیشه تلاش نموده است تا در اثرهای خویش ولایت انسان را نگارد و تواند با این راه در ضمیر خواننده محبت انسانگری را جای دهد. سالهای آخر در دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده همچون دیکان مدیر کافدره مهارت اکتیاری و نطق صحنوی به دانشجویان تعلیم داده است. سلطان سفر یک شخصیت بسیار دلکش و دلچسب بودند پیش از همه. شخصیتی که با همه میتوانستند زبان یابند، دل یابند و خودشون هم در بین مردم یکی از شخصیت‌های دلپسند و دلکش بودند. خب همچون خادم برجسته فرهنگ، دراماتورگ، آموزگار، رهبر و همچون دوست و معلم نسل ما اون کس برای هم فرهنگ ما هم برای ادبیات ما خیلی کارهای ماندگار کردند. یکی از خصلت‌های بهترین استاد همین بود که ما هر چیزی که میگفتیم به گفته‌های ما گوش میکردن. مثلا من راهبر استودیوی پنجکن بودم و یک پیس در کار بود که آیدی مثلا رسم و رسومی همون محل مثلا بعد من گفتم که استاد از شما التماس میکنم گفتم یک اثری نویسید که 4 کس باشد و عرف و آداب همون موضوع و انعکاس یابد. میلش گفت بجا آورد و انا زنگیری قاری پاچه گفته یک تا اثرشون بودن. همین زنگیری قاری پاچه رو نوشتن و این اثر در آزمون اندلیب بود اون وقت در اندلیب جای اول گرفت. بعد خوشروی بود، نمایش بسیار خوشروی برآمد. بعد گفتن که خیر رحمت پسرم گفت آنچه که من میخواستم شما همون چیزا انعکاس کردید شد و مردم بسیار یک مسئله بسیار عجیب است و مسئله روزمره بود، یعنی طلبات روز به جواب میگفت. فرزندم را نمیدیم، شما به این حق ندارید. مادر جون من حق ندارم، دعوا هم ندارم. مادر جون نمی آشم را شور و عشم را تلخ نکنه. مادر جون مرا نرونده. من مادر دل شکستم. از زندگی دل موندم مادر جون.
نقش سلطان سفر در آماده نمودن متخصصان ساحه کینو، تئاتر، رادیو و تلویزیون و صنعت و فرهنگ تاجیک بزرگ است. سلطان سفر از زمره دراماتورگان پرکار تاجیک به حساب می رود. دراماهای صبح خوجند، قرض وجدان، بی وطن، برای وطن، قصاص، عقاب، ابد زنده، آدمیت، دو خواهران، طغرل، قاتل، ابو جهل، مکافات عمل و غیره در صحنه‌های تئاتر تاجیک نمایش داده شدند. اون کس همنشینای خودشون داشتن. مثلا در خانه خالمراد شریفوف که از اون کس بزرگ سالتر بودن و چی میکردن، استاد قطبی، عباد فیض الله مثلا، همین خیل در محیط همیشه همنشینای بسیار خوب داشتن. شکرویف، کمال شکرویف، همونا می آمدن. اینا یک چیه بودن و همون نسل عجایب است. یک نسلی است که در هر جای کار کرده است، کوشش کرده است که یک خدمت کرده تواند در دایره، البته در فاصله عمر، در دایره همون امکانیت های داره. از صحبت همون میمونا طرز صحبت کردن، طرز سخن گفتن، طرز سخنوری، طرز دانش آموختن، بسیار چیزا را آموختن. از خود سلطان قل باشد، طرز خانه‌داری و طرز میمانداری، اومن فرهنگ، آدم به فرهنگ بودن، آدم به مدنیت بودن، همه چیزا، اومن زندگی و حیات من از همون کس، از خانی همون کس، از خودی همون کس، از شادروان زوجهشون، همه چیزا من از همون خانی همون کس البته آموختم. اون وقت استاد علاقه بیمار بودند، کم به بیرون برآمدند و من بعد که کتاب چاپ شد یک 5 نسخه گرفته و به منزل استاد رفتیم، جزدان را کشادم، از بین آن 5 نسخه کتاب به تازگی نشر شده استاد را برآورده به دستشان داده، گفتند که استاد من تحفه ما همین است. باور میکنید دوستی عزیز، استاد کتاب ها را گرفته دستانشان میارزیدن و یک نزدیکتر آورده اون کتاب ها را بوسیدند و بعد خود را به آغوش من پرتافتند و من نگاه کنم از دیدگان استاد اشک میریزد. استاد به نهایت یک شخصی بودن که در تمام چاره‌بینی های مثلا من درونی مثلا دانشکده و بیرونی هم بسیار سهم خودشون رو میگذاشتن. ما دوی مثلا میگفتیم که استاد مثلا در فلان جا ما برآمد داریم، در فلان دانشکده یا فلان جا آید همون ما به متن می آفریدن و ما رفته از متن‌های استاد استفاده برده همون معرکه را میگذراندیم و همه وقت سربلند بودیم. خدمت سلطان سفر هم در وظیفه های کار کرده است، هم در رشد مثلا این فرهنگ ما، هم در این رشد دراماتورگی ما نمایان است، نظرس است و هر کسی که اگر با اون کس شناس شده باشد، شناس بود، هیچ وقت فراموش نمیکند، دائم به یاد میآورد و هر کسی که مثلا با شخصیت او آشنا شود از روی این زندگی نامش، من گمان میکنم که با شخصیت و فعالیت ادبی سلطان سفر محبت پیدا میکند. کتاب‌های گرداب، شراره خوجند، بقای عمر، قرض وجدان، حقیقت تلخ، بی وطن نشانه ادیب سرکار بودنش به حساب می روند. یک سلسله اثرهایش با زبانهای روسی و ازبکی روی چاپ آمده در صحنه‌های بزرگ نمایش داده شدند. یکی از اثرهایی که من در صحنه بازی کردم نامش بی وطن. موضوع جنگ بزرگ وطنی، بینید نامش بی وطن. همین بی وطن محمود طاهری بازی میکرد. من رئیس کلخوز بودم و شوهر من رو بازی میکرد محمود طاهری، لیکن از بس که جنگ سر شدگی بود و علاقه جنگ قریب تمام شد
و حتی تمام شد و شوهر من برنگشت، یعنی که اون نقشی که طاهری بازی میکرد. معلوم شد که شوهر من در گرو دستی نمیسو به میفرود و نمیسو زر خرید کرده، او رو دشمن کرده، از قتل گذشته، یعنی که نکشته، باز هم به وطن خودش میفرستند تا که او کارهای قاتلی و کارهای بسیار هم مقابل وطن فروش می شود. لیکن همین خیل خودش رو تغییر می دهد که فیروزه که من هم رئیسه بازی می کردم، نامم فیروزه بود و پسرم رو ناصر حسن بازی می کرد، روحش شاد بود. من وی رو نمی شناختم. قریب آخرای صحنه بعد من روبرو می شدم با او و می گفتم که من تو را شناختم، عینکت را گیر. و بسیار صحنه مشکل، علم‌آور، دردآور بود بین آنها که طاهری پس از رفتن من که سخنهایی را که من به وی می گفتم به زمین یکسان می شد و زانو به زمین شده، رو به تماشابین آورده، خودش را لعنت می خواند و می گفت که بی وطنی این چیست، خیانت کردن به وطن این چیست و کیست کیها که آنها را زر خرید میکنند. اینو ببینید، این موضوع امروز است. انا امروز این خیلی اثرهای در صحنه موندن در کار برای تربیه نسل جوان و آینده ما. ایشان همه طرفه لیاقت ناک بودند، در هر ساحه از عهده کارها می برآمدند و در مدت در وزارت فرهنگ کار کردنشان چندین اثرهای دیگری صحنوی نوشتند که باز هم این اثرها را تئاترهای کسبی جمهوری از جمله تئاتر لاهوتی چندین اثرهای اون کسا به صحنه گذاشته بودند و مقبول تماشابین گشته بود. بسیار آدمی با استعداد بودند، بنابراین زیاد ننوشتند، لیکن با ترجمه بسیارتر مشهور شدند. همین شمیاکین و احمدوی و عبدالسلاموف از قرقیزستان همه همینا ترجمه کردند. بعضیش کوشش کردند خودشون وقتی در وزارت بودند در صحنه ها گذاشتند، لیکن همین کسی که در وظیفه‌های دولتی زیاد کار کرد محصولی بسیار داده نمیتواند. سلطان سفر با وجود اینکه در وظیفه‌های مسئول کار کردن، برای کسی که اون کس رو میداند اون نفر رو خیلی کار کردن و کارهای ماندگار دارند. سال 87 سفر هنری داشتیم به مسکو و یکی از بهترین اثرهایی که ما برده بودیم علف‌های بیگانه بود و باور میکنید این نمایش در مسکو انشلاگ بود، نمیافتن بلیط نمیافتن. در حقیقت با چیزی ملی برآمد کردن بینیاید خوب است. ولی بسیاری گمان میکنن گرفته یک چیزی مثلا روسیه هم بریم روسیه، ما نمیتونیم، ما فقط با چیزی ملی خودمون میتونیم برآمد کنیم و این چیز همین علف‌های بیگانه سلطان سفر اثبات آن بود که در مسکو خیلی آبروی این مؤلف خیلی برداشت و نمایان کرد در مقیاس حکومت شوروی. بنابراین همه اثرهای سلطان سفر حاضر هم زمانوی هم با تمام زمان ها جاوگو می باشند اثرهای سلطان سفر. استاد سلطان خل مردی نجیب بودند، مردی مهمان دوست بودند، مردی بودند که صدق و صداقت و اخلاصشون بلند بود. دوستان خیلی زیاد داشتند. همه استاد سلطان خل حرمت میکردند، برای همین خصلت‌های نجیبشون همه حرمت میکردند، همیشه بالانشی میکردند و به فضیلت این کس، به شرافت همین مقامشون و مهر و محبت مردم به آن کس بسیار ساختارهای دولتی به دهه درق خدمت کرده هستند. مثلا ساختن پلی درق، ساختن بیمارخانه درق شریف،
همش به شرافت همین کشورگی است که دیهه سلطانخود باید آباد باشد است. اون کس مرد هنر، مرد ادب بودن، یکی با همون مقام خود، منصب خود، با همون اعتبار خود به دیهه درق آبادی آورده هستند. سلطان صفر در عمر پربرکت خیش همچون یک چهره سیاسی و فرهنگی توانسته تا نام به یادگار گذارد. امروزها دوستان، شاگردان و خویش و تبار و همکاران از این شخصیت به نیکی یاد می کنند و یادگار بزرگ دیگرشان کتاب‌های نوشته اشان می باشند که نامشان را به همیشگی در ضمیر دوستداران کلام ثبت می نماید.